وزیر کارهای داخلی مالداوا آنا ریونکا روز 14 ایول سال 2023 استعفا داد. استعفای او در پی تیرپرانی شام 30 ایون در فرودگاه کشینیوف پایتخت مالداوا است. کشوران تاجیکستان رستم اشورov بعد راه دادن نشدنش به این کشور سلاح افسر مرزبان مالداوا سرگئی مونتانیان را از دستش کشیده گرفت و او و خادم امنیت فرودگاه پدپلکوونیک مصطفی ایگور چوفو را کشت. آنا ریونکا سال 2021 رهبری وزارت کارهای داخلی مالداوا را به عهده داشت. او هنوز استعفای خود را شرح نداده است. سروزیر مالداوا دورین ریچان روز 14 ایول اعلام کرد که 3 وزیر عریضه استعفا نوشتند. وزیر کارهای داخلی آنا ریونکا، وزیر معارف اناتولی توپاله و وزیر زیربنا یا اینفراستراکتورا لیلیا دابیجا. ریچان گفت روز دوشنبه 17 ایول نامزدهای نو برابری این 3 وزارت را به پرزیدنت مالداوا مایا ساندو پیشنهاد خواهند کرد. ریچان قبلا گفته بود که روز 14 ایول در جلسه حکومت موضوع تیرپرانی در فرودگاه بررسی شده. بر اساس نتیجه های این نشست تصمیم های مرکب ولی لازم از جمله تصمیم های کادری گرفته خواهند شد. اپوزیسیون مالداوا حکومت کنونی این کشور را به نااندیشیدن چاره های لازم برای تامین امنیت در فرودگاه ایبدار کرده بود. از جمله وزیر سابق کارهای داخلی ویکتور کاتان حکومت را ایبدار کرد که میخواهد دامنه جنجال تیرپرانی در فرودگاه را خرد نشان دهد. او این حادثه را نتیجه اختصار به شدت شمار کارمندان مقامات حفظ حقوق و به کار گرفتن افسران جوان و بی تجربه نامید. ولی سروزیر دورین ریچان اخیراً بار دیگر به عمل کردن مقامات حفظ حقوق در جریان حادثه تیرپرانی در فرودگاه بهای بلند داده و گفت پلیس مرزبانی به طور حرفه‌ای رفتار کرده، تیرانداز رستم اشورov را محاصره کرده و امکان ندادند که کسی را گروگان بگیرد. جسد رستم اشورov شهروند 43 ساله تاجیکستان را که شام 30 ایون 2 نفر از افسران مالداوا را در فرودگاه کشینیوف پایتخت این کشور کشت و خودش شام 3 ایول بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در بیمارستان جان داد. روز 9 ایول از مالداوا به تاجیکستان آورده شد. مقامات مالداوا جسد او را به خویشاوندش که مخصوص برای آوردن جسد او به مالداوا رفته بود دادند. رستم اشورov در تاجیکستان به دست داشتن در یکی از پرسر و صداترین جنایت‌های سالهای اخیر را بودن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت‌اللهیف ایبدار میشد. رستم اشورov در آخرین صحبت خود به مادرش که از فرودگاه کشینیوف بعد کشتن 2 افسر مالداوا زنگ زده بود اعتراف کرد که اسمت‌اللهیف را دلشاد سیدمرادوف شکنجه داده کشت و مرده‌اش را او برده به دریا پرتافت.